یه 10-12 سالی هست که حکومت آخوندی داره تلاش میکنه با این برجام و توافق هسته‌ای و مذاکرات بسته‌ای و 5+1 دسته‌ای و اینا سر مردم رو گرم کنه و حواس ماها رو از اختلاس‌ها و دزدی‌ها و جنایت‌هاشون پرت کنه. اما خب با خروج علنی آمریکا از برجام بازی دیگه تموم شد. البته یه زمانی هم میگفتن یا 5+1 یا 0+0 و اگه یکی بزنه زیرش همه میزنیم زیرش. اما خب اینطوری هم نشد و الان مصلحت نظام در چرخش قهرمانانه است و 4+1 هم قبوله. خلاصه داشتیم با همین 4+1 خودمون رو سازگار میکردیم که یهو همین دیروز پریروزا خبر اومد که فرانسه هم یه جورایی داره میزنه زیرش. ولی از اونجایی که این فرانسوی‌ها خیلی آدمای کمرویی هستن، لامپا رو خاموش کردن، تو تاریکی چراغ خاموش دارن میزنن زیرش. یعنی الان بازی رسیده به قسمت 3+1ش. آقای مرجی الان به چه خبر دادن که آلمان هم داره میزنه زیرش، گفته آمریکا زیاد حال نکرده باهاشون و این حرفا. چقدر بد آخه تفلکیا. خب پس دوستان و شنوندگان عزیز رادیو پیک، همکارانمون همین الان به بنده خبر دادن که اون ماجرای 3+1 هم مالیده، الان تو وضعیت 2+1 هستیم. خب بالاخره اینم بد نیست. حالا آقای مجری یه لحظه صبر کن. الان خبر اومده که انگلیس و روسیه هم شانه خالی کردن، فقط مونده چین. بله ممنون. بله شنوندگان عزیز، الان دیگه تو حالت 1+1 هستیم. ولی خب همینم غنیمت دیگه، اینقدر سختگیر نباشید. خب همین 1+1 هم از هیچی که بهتره، مگه نه؟ جان چی شده؟ چینم مالی؟ راست می؟ چرا؟ ای بابا چقدر بد شد. حالا چه گلی به سر حکومت آخوندی بمالیم. بله شنوندگان عزیز رادیو پیک، عرض می‌کردم همین الان خبر اومد که خب در حالت 1+هیچی هستیم. یعنی یه برجام پاره نشده و یه توافق آتیش نزده شده و یه reaktور پر سیمان و یه تحریم قلمبه شدید و به. خب دیگه تا این 1+هیچ سمت اعداد منفی نرفته، همینجا برنامه رو تموم می‌کنیم. ازتون خداحافظی می‌کنیم تا برنامه بعد.